Hey guys، سلام بچه ها. آقا امروز اومدیم میلگرد خم کنیم. خب پس بریم ویدیو. آقا 2-3 روز پیش تو اینستا دیدم که همه دارن چالش میلگرد خم و میرن خم میکنن میلگرد رو. ما هم اومدیم یه تستی بکنیم میبینیم میتونیم یا نه. آقا امروز یه نفرم مهمون داریم به اسم حاج آقا الیوت. حاج آقا الیوتو میارم. آقا خدا کنه شروع نکنه. پاشو بودو اونجا دیگه کس نشن. بابا کجا داری میره؟ لا اله الا الله. خب بیا اینجا برگرد. بیا نترس. چرا میترسی؟ الیوت با هم حرفی داری، صحبت داری؟ نداری؟ بیا قربونه بشم. بیا اولاغ بازی در کجا داری میره؟ 11 دقیقه ویدیو شده حالا من هیچی نگرفتم. بینو بابا همه جا رو ریده توش. بابا دلخه برو. یه ویدیو چقدر میتونه سخت باشه؟ نمیدونم بعد 10 دقیقه فکر کنم این شما و اینم الیوت مهربون. چرا اسمشو الیوت گذاشتیم؟ به خاطر اینکه یه دونه شاخ داره، تک شاخه. و این شما و اینم الیوت. آقا مهمون ویژمون امروز الیوته. خیلی پسر مهربونه. 60 کیلو هم هست. الیوت میدونی شوپولی یعنی چی؟ شوپولی. آقا 3 تا میلگرد است. میلگرد 8 این. خب این میلگرد 10 و اینم میلگرد 12. خب البته یکم سخت به نظر میاد ولی حالا تلاش بونو بکنیم دیگه. خب آقا 3 تا میلگرد است و برحال یعنی اگه بتونم یه جدی پروازی تو وجودم میگرده، ولی اونقدر هم زخامت دار نیستن که مثلا بخوام او خیلی کار شوخیه، ولی حالا میلگرده و دیگه. بس چرا اینجوری میکنی؟ برون دارم prostituta la augusta filo da puta. سری تو بینوس گوشکش 3 تا میلگرده و از کوچیک به بزرگ شروع میکنی. بسم الله. حاج آقا الیوت برام آرزوی موفق شدن اینو میکنی که بتونم خمش کنم. آرزو میکنی؟ مسخره بازی دیگه هست. بیناموس نگفتم دعا کن برام اینو اترم اینو خم کنم. او اینو خیلی راحت بود. من انتظار نداشتم اینقدر راحت باشه. و حال محمد سوسول بازی بود. اوچی من با این تمرین موچ میکنه. به چی داره نگاه میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ بابا بیناموس بس 3 تا دیگه. بابا درختمونو نخورد. حاج آقا آقای هاشمپور آقای گوزپور بفرمایید این ور دیگه. بابا بشر شاشیدی بست نبود. 1.5 لیتر شاشیدی اون ور. درختمون آبیاره کردی. زد و فونی کردی. شواری دور میشه قربونی بشم
کسکش یه عمر ما لب نگرفتیم که فابریک بمونه. الان تو میخوای لب بگیری ازم؟ واه میگرد شما سی. من ویدیویی دیدم که دارم میزنن تو خایه اینجا. چقدر میتونه سخت باشه؟ سخته؟ خویام نردی اینجا راحت داره، خیلی راحتی هست. خب خب خلاصه که آقا ما تونستیم انجامش بدیم این چالشو. چالش سخت نبود ولی کونمون جدی فکر کنم نه این بار باز نشد. اینو دوست داشتم به عنوان علنگو ازش استفاده کنیم. چالش رو انجام دادیم. درست آقا الیوت؟ آقا الیوت گوسفند دارم بهت میگم آقا. بابا بیناموز نخور درختمونو. آقا مرسی که تو اینجا ویدیو با ما بودید. بجی دستم جلو داره میخوره. تا ویدیو بعد دخترم زیستا داره نگامون میگنه. نه شوخی کردم گربه بود. بعد تا ویدیو بعد البته شاید تا ویدیو بعد بدرود. گوشوشونیکو گوشوشونیکو گوش گوش